روز 21 اکتبر پای دستگاه ازبکستان هستیم. این ذرت‌ها که سیلو کردن مشخصه. دستگاه گذاشتن تو محوطه که انشالله شروع کنیم به حال راه اندازی. پای دستگاه ازبکستان هستیم. انشالله تا دقایق دیگه استارت خواهیم زد. این ذرت‌های سیلی شده شونه، هر کدوم 300 تن سیلی شده. اینم چیدمان دستگاه امروز تموم شد.